خیرش از اینجا درم شد. بیا بیوای DJ ساده چه بی‌اعتنا رفتی نفهمیدم حس من واسه یه تفریحه. چقدر نقطه نگه داشتم تو دل پیره، چقدر دویدم و فهمیدم رو ترد میلم. وقتی منو دیدی به هم میگی چقدر باغ شدی، ولی من میدونم از تو چقدر ترکیدم. اون آدم ها که نکرتم بهت میگن، با چند تا کلام چرب زبونی تو دلت میرن. کافیه که بلا استفاده بشی، اون وقت میبینی که مثل یه تیکه برق جرت میدن. قفلی حرف دلو به غریبه گفتی، واسه زخم هم به مرهمی صلیب سرخی. به تو که رسید پلت دادن سری بیفتی، رو تل موشه که پیدا میکنی پنیر گفتی. یاد نگرفتم از کسی درس اتحاد، فقط یاد دادن که برم جلو با ترس و استراب. تجربه هم به هم قصه داد و مثل باد استفاده کنم از این استعداد. چه نقشه ها که پشت سرم واسم میچینن، منم از این که فکرش رو کوتاه ماتم میگیرم. واسم مهم نیست من که پای کارم میشینم، ولی خیلی غم انگیزه وقتی دارم گوش کن. خب ما سطحی در این مشکلات رو عمیق میبینیم و عمیق در این مشکلاتمون رو سطحی میگیریم و حال میکنیم وقتی هم دیگر رو زخمی میبینیم و قسطی حال میدیم و آخر همه رو نقدی میگیریم. وقتی میمیریم چشما میشه ماتم خون، درفی میگیریم و تازه میشیم آدم خوب. یادم خوب من تموم اینا رو دقیقا به چشمم دیدم، کلمه کلمه از رو حقیقت نوشتم. اونم اینه که تو فقط داری نقشه ها تو میچینی، وقتی میرسی به قدرت اون بالا ها میشینی. مراقب رفتارت با آدم و باش، یه روزی برمیگردی پایینم اون آدم ها رو میبینی. حالا خدا باهات حال کرده، ولی کنارشم برات یه چاه کنده. یعنی که وقتی تو رفتی تو فاز قدرت، یهو دیدی شدی کارمندت. من این بحثو اینجا مطرح میکنم، هرچند میدونم همینم سرنخ میکنن. نشستم با مغز خراب و هر لحظه تو فکر که تو رو له کنن. یه گله اهل کوفه اونا که فقط